سلام، خوش اومدی به سری سروایول من، سروایول ماینکرافتی. اگه چیزهای دیگه هم میخواید بگید واسهتون بذارم. الان بریم یه چند تا چوب بکنیم. ببخشید سر صدای پشت واسه یه بازسازی خونه است. اگه ببخشید دیگه منم یه فیلم میکنم مریضم مالیک بود. چوب ها رو زدیم بریم دوراق ببایی چلاق ببایی بریم چلاق ببایی. صدا خیلی زیاده. اوه صدای چکوش رو میشنوی خیلی بده. خب الان میریم سراغ ببایی 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 پیدا نمیشه. چرا آقا تا این مدتی که ببایی پیدا شد شما اون زنگوله رو بچلونید که اولین نفر بیاد ویدیوی منو ببینید، لایک رو بزنید، بعدش سابم بکنید که دیگه واقعا تکمیل شه دیگه. ببایی ای ببایی 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 توسی. البته رنگ از کجا پیدا کنم؟ گل زرد تو اینجا بیشتر پیدا میشه. آره گل زرد و آبی و قرمز. انگار چکوستنشو تمام شد. یک گل زرد پیدا کنم خوبه. اگه 3 تا دیگه هم پیدا کنم میتونم هم رنگشون کنم. شوگر که ریخت. بریم برداریم بشیم. به نظرتون ویلیج پیدا میکنم؟ به نظرم که آره، به نظرم ویلیج پیدا میکنم. فعلا من منتظر بباییم. ببایی بهترینه. ببایی ببایی گجا اینا بعدم پروریش میدم. خب بریم گل زرد بود چه نگم خستم. خب بریم چرا وسطم رو درست نمیکنم؟ وایسا دنبال ببایی بگم. ببایی پیدا کردم وسطم درست میکنم. فعلا یه درست نمیکنم. ببایی پیدا کنم. ببایی نادو قشنگ. ببایی تو بازی گوشی دیدی مثل ولی باهوشی دیدی موها چقدر در همه تیشت دای پشم تنت چه گرمه نه ببایی شیطون بلا با مزه و ناغلا هر جا بری من میام این ور و اون ور میام. خب این وسیله چوبی رو ساختم. برم که سنگ بزنم. سنگ چرا نمیرسیم به سنگ بشینیم. خب سنگ بالاخره سنگ رسیبی. چه شبیه آرومش فکر کردم آیرون پیدا کردم. اوی بزنیم بهش 28 تا 29 تا اینجا من میرم دیگه واقعا. خوب 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 میدونم آخرشو بزنم برم. خوب چوب گذاشتم. خوب بریم بسازیم همه وسایل سنگیمونو. چوب کمون بردم برم بزنم. خوب چوب بده بریم که رفتشون بکنیم. خوب استیک بده من ببینم. خوب اینم وسایل سنگین بیل، اینم تبر اونم کلنگ بود. زبانم یه دقیقه پیشید. اینو بکنیم و سرعت رو برم. خب سگ سرمایی. خب بریم دنبال ببایی میگم ببایی رو ارتفاع اسپام میشن. خب کوه کی بیارم میرم روش. ای بابا ای خدا ببایی چرا پیدا نمیشه؟ اوف چه جام بزنم.
خشکی همونجایی که برفه میاد گوشنمه چقدر منم هیچی هم ندارم. آها بخور ببینم. بخور یه دونه رو برم پرورش بدم. خب الان میرسیم به کوه اگه اشتباه نکنم. کوه پیدا کنم ببعی پیدا میشه. میگن اگه ببعی رو کوه پیدا میشن ببعی رو کوه پیدا میشه دیگه یه جای سبزی که علف باشه. واقعا چرا گوسفند پیدا نمیشه؟ ببعی شیب چه کوهی هم هست قشنگه. عجب کوهی عجب گاو ستیک تو بده من بخورم. یه گل زرد یه دونه دوتا اینم سومی که واسه 3 تا پشم کافیه. خب بریم آب خواهرم به آب میگه آب بریم خوگه پیگه پیگه خب آقا بعدی ها رو قسمت های بعدی مثلا میگی چی بزنم پتواز بزنم هر چی حاضری بگید بزنم تو کامنت ها بگید. فقط کافی بی کامنت بذارید بگو آقای زوروماین که حالا کانالم قرار بشه زوروماین که اسمم بعدم بهتون میگم دیگه. ولی دیگه آیرون بود اسمم قبلا بعدم بهتون میگم. آقای فلانی این رو بذار. آره بریم آیرون رو بکنیم. آخ جونم جونی آخ جونی آخ جون آیرون باشد آیرون بابیل نکن بابا بابیلم که بگردم زبونم بشیر کویلم هست کوال چیه زغالیه همون زغال. آره زغال لول میده خوبه دوست دارم زغال. مثلا زغال بلاک زغال ویلیج برگام ویلیج بود ویلیج بذار آیرونا رو بخشی من صحبه میگم بذار آیرونا رو زغالا رو بکشنم سریع برم ویلیج رو لوت کنم. آی گلون ندارم گوشنمه ببخشید یه دقیقه صدا قطع شد. خب بذارم کوالا رو بکنم یه دونه دیگه مونده. خب به نظرتون میرم تو آب آیرون هنوز اونجاست برم بکنم. خب آیرون آقا دیگه آیرون نده میخوام برم سری ویلیج رو لوت کنم بابا جان. آها خب میرم تو آب یا نه؟ نه چرا تا موقعی که من پیدا کنم اونجا رو من یه دقیقه کات میزنم اینجا رو. ای بابا خودش مرگی بدی بودا. آها خب اومدم. خب وسایلا رو پیدا کردیم خیلی هم سریع پیدا کردم که بریم دیگه یه ویدیو بگیریم. موبایلم هم که فقط 9% شارژ داره. بودو آها یه خوب رو چقدر ویلیجش کمه کوچیشه. نه بالاه آره گاو بده من تختمونم چه جور شده دیگه. آره دیگه تموم آره لا 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 خب اولی بریم. ای بابا تخت نداره چیز بریم بالاش برو توقل بده. ای بابا چیز تو باز هیچی فقط 3 تا 4 تا با سپلینگ دیگه. آره خب
بذار من این نامه ها رو چیه بابا مپه چیه بابا بندازش دور بندازم دور بابا حالا هی بخواد بیاد دستم و موقعی که من بهش نیاز ندارم این میاد دستم موقعی که بهش نیاز دارم نمیاد دستم واقعا منطق ای آیرون غلام نه این آیرون گلمه چیزی که خودت با دستای خودت بسازی غلامه آیرون غلام اینا حالا میمردم و داشتم میمردم این بغل مقالا چه کوی قشنگ اومدی تایگاه ها این بغل مقالا آیرون قایم کردن یا امرالد آیرون غلام نمیزنمش بذار گناه بذار همینجوری طبیعت ویلیج را نگهداری کند ای بابا حالا من اینو میرم تو اینا ای خوب منو میمیرم ای گام خوکه مختلط لشکهی بوره چه خوشگله نور الهی انگار بهم برخورد خب بذار برم بالاها چرا اینجا بسا یه زدی که بگردمش که تخمین نکردم اینم که خونه است خب بذار من برم بالا خب بریم بالا آره بریم بالا کدو رو بکنیم و بریم بالا کدو اگه لاکی بلاک و هر چیز دیگه خواستی تو کامنت ها فقط بگید چیز خواستی هم نیست بگید من بازم میذارم همین کامنت ها رو میخونم خب دیر تو بکنیم و بریم بالا بذارم زیر بامو بریم بالا خب بریم یه جایی که بالاترین درخشه بریم بالا بالا نیست بکنم اینو بریم بالا واقعا که دیگه وقتشه که بریم آیرون ماین کنیم دیگه الان این 8 دور بذارم بپزه کویلا از غذا هم بذارم بپزه یه چند تا وسیله آیرونی واسه خودمون جور کنیم و بعدش اینا آی تو قلب دارم بابا یه سه بخور اوه وضعیت وخیمه و وضعیخیمه یا خور و دیگه خور قلب اصلا چرا اینا نمیکنم آره 5% شارژ دارم این نور رو زیاد کنم خب بکنم و بابا این راحت تر این میرم تو اونان جونم کم میشه میمیرم آخرش یه باری که مردم الان واقعا هم خوب تخت بالاخره تخت خب چطورم اون چقدر سیب زینو پیشنگی یه 5 تا نون دارم الان 5 هم سپلینگ و یه دونه چوب تخت اینجا رو من خونم میذارم آره این خونم خب بلکش ببینم چی میفروشم 15 تا زغال یه دونه امرالد 3 تا امرالد یه دونه تبر 12 تا شمشیر 12 تا امرالد یه دونه شمشیر 4 تا ایرون مساوی بود یه امرالد چقدر گرون فروشی بابا یه ذره کم تخفیف بده حداقل هیچ جور کم نمیشه یه تخت بنفش یه تخت آبی همین خونه من بود فقط من اونجا لوت کرده برم تختشم کنده بودم دوباره تخت بنفش 3 تا امرالد با یه دونه چیز چوب البته اون چوب رو بلدم من خود نداشتم بریم این داخل این که هیچ نداره میدونم ولی بریم نگاه کنیم میدونستم بابا هیچ نداره وزی با مثلا ویلیج تایگو با ویلیج تایگو باید دویمن داشته باشه خب بذار همینجا خونم کنم یاره واقعا بعد من بزرگش بکنم بذار اینا رو بکنم کمپفایره این کمپفایره یا فنر چی نفهم خدا نفهمم چی گفتم ویلیجش پله‌ای بود
اینا رو بکنم لاشکی برررره بیورررره بیوررره ها بیوررره. خب برم اینجا رو خونه خودم کنم. چند صندلی چیه من کنم چیه جای این تخت رو میذارم جای این صندلی رو. الان بذار اینجا خودم رو خالی کنم میذاره اینو بذار اونجا غذاها رو بذار این بر این از این چوزها رو اون بر بذار اینا ها اینجا اون این بده اون بر این بده این بر اینا بده این بر اون بر این بر بالا پایین چپ راست همه برن خونشون. بیشونی منو کجا میشونی بیشونی منو کجا میشونی نه برم یه چند کیه رفت برم چند فرنیس گرفت کنم فرنیس یه دونه بسازم. حالا خوب حتی سنگا خرج نکنم بذار اینا رو بپزم آیرونا بپزی دیگه تمامه. یه دونه تبر میسازم یه دونه کلنگ با یه دونه شمشیر. بعدش میرم لاشکی آیرون ماین که بقیه رو بکنم. اگه 8 آیرون هم اونجا در بیارم 16 بقیهش میکنم آرمور هم 8 داره این بدم بذارم اینجا دیگه. خب بپزی اینا بقیه رو بریزم چیز کنم استون ماین کنم فلان بذارم اونا درستیه برم الان دیگه. هوا داره تاریک میشه. خود ندارم فردا صبح میکنم بخوابم. آیرونا رو بردارم 3 تا آیرون دیگه مونده. بودو دیگه باید بلست فرنیس بسازم بعدا با اسموکر. بعد فول دایمند شدم میرم نده رو چیز کنم. بعدش باید برم از این چیز رو در بیارم. به چیز رو آپگریدر رو دیگه این چیز نیست که نده رو همینجور بزنید رو دیگه آپگریدر رو در بیارم. وضعیت سختی واقعا. این 8 برم استون رو مای کنم. اول بذارم غذاها رو بپزم یا استون غذاها رو میپزم. بذار من اینا رو اول چی کنم. یه دونه شمشیر البته اول بذار یه دونه کلنگ بسازم. کلنگ رو بسازم بعدش یه دونه شمشیر بعدش یه دونه تبر دیگه داره دیگه فول شدم. فقط بیل آیرونی نمیدونم برای چی آخه. بیل آیرونی برای چی بیل واقعا برای چی آخه. بیل استوی به همین وقتی هم سعی خوبه. غذاها رو بذار بپزم. غذایی لای باید 3 تا فرنیس دیگه هم بسازم. آره اینطور بهتره. خب برم یه ماین استون زبونم پیچید از دارم به پایین. خب بکن خب برم اینا رو بزنم فرنیس کنم. خب فرنیس
خب اینا بذارم یه دونه اینجا یه دونه اون بالا یه دونه این بالا. والا زغال میخوام واقعا زغال احتیاج دارم. زغال اینو برمیدارم نصف میکنم 2 تا واسه خودش یه دونه واسه اون یه دونه واسه اون یه 2 تا 4 2 تا چوبم اونجا 4 تا چوب میکنم بیاره بلش هم 2 تا رو بذارم واسه ندارم. آقا اگه صبح نکردید همین الان باید بکنید وگرنه میگم محمد قولی بیاد ببرد. بودوید دیگه بای بخوام برم لشکیف رو ماین کنم. البته اگه به توی آماده شه برم لشکیف ماین میکنم میام بزنم آماده شه. به غذا نیاز دارم. آره غذا نیاز دارم. بچه هم موبایلم خود زمین. خوب تورچو ساختم که این غذا رو میخوام. بلاکم میخوام. اینا رو میخوام. پیسیب زمینی هم که بدیش تا درست شه دیگه. هم برگشتم که خوب اینا که تکمیله دیگه. چرا نمیرم برم الان وایسا یه دونه مرغم بگیرم. سیب زمینی هم 5 تا سیب زمینی هم بگیرم. بعد 6 تا شد. حالا اینو بذارش دیگه برم چیز کنم. یه چند تا اسلیپ میزنم بریم سراغ یه غذا بخوریم بعدش بریم سراغ لاش کیف. به چه هوای خوبی است. آها خب برو برو بریم. حالا برو بریم. این لاش کیف ایمه بود. این درخت خوشگله بعدم میام میکنمش. خب آقای لاشکی و عزیزه آیرون غلام چرا اینقدر ترکی شدی؟ آیرون غلام همدی. خب اینجا باید دیگه مواظب باشم. از کجا شروع کنم؟ همون ستونه 2 تا 7 تا آیرون میبینم. 3-4 تا آره 7 تا خیلی 3-4 تا پشتشون باشه 7 تا. خب اون آب استفاده میکنیم که منطقی برم. خب یک نه ایزه بریم جلوتر یا خیلی دیگه چیزه. خب همین چی هم هست. 3 2 1 خوش آمدید به لاش کیف. مسافرین عزیز ببخشید لاش کیف لطفا بر روی ستون بشینید تا دایمن دایمن که پیدا نمیشه اینجا زوینت وای. خب بریم باید میکنیم غذا با آیرونی نه با استونی. دیوروت چیه اسمش؟ دایروته چیه؟ همون برای ویدیو گفتم من یه فیلم مریض شدم مریض خودم. خب اینجا آیرون 2 تا آیرون اونجاست 3-4 تا آیرون اونجاست. خب اگه بکنیم بریم پایین 3 تا زامبی میاد. خب بریم کندم اینو. خب بریم سراغ آیرونای اون ور یا نه. زامبی سلام بهونه قشنگم برای ادامه زندگی. سلام زامبی کوچولو 3 تا بلاک دارم. مگر بریم اونجا سریع من به خودم بپوشونم و اینطوری کنم که اسکلتون زامبی کریپری نتونم بهم حمله کنن. اینطوری خوب میشه. اگر کریپر بیاید چی میشه؟ یعنی کریپر اونجا دیدم. الان من باید برم پایین تک بزنم اون زامبیه چه مرضی داره وقتی میاد تو افتاب میمیره. بچه بهونه داره که من بزنه. خب نمیدونم دیگه واقعا من زامبی نبودم. خب
یه جوری ببینم چرا بلد نیستم؟ چه جالب. خوب سری باید این کار انجام بدم. تورچ دارم دوست دارم زندگی رو خب کاملش اینجا بکم چرا گلی بخواد چیکار این آیرون گذاشتم کنم بودو الان اسکلتون میزنه بابا. صدا زامبی میاد بچه ببخشید صدا نداره بازی. دفعه بعدی سعی میکنم صدا داشته باشه. وای بذار آیرون بکم. یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا با 2 تای اونور 8 تا آیرون جون که 8 تا آیرون پیدا کردم. بدو بریم. ببخشید این صدا چکوشای باسازی خون است. بریم زامبی هلمت داره. زامبی هلمت دار. خب همینو میریم بالا دیگه. آره بابا چیز خاصی هم نیست دیگه. بگید بریم بالا. داره شب میشه یا اتفاق اینطوریه؟ نه واقعا نگاه داره شب میشه. آره داره شب میشه که باید سری بریم خونمون. یعنی که باید بریم بگیریم بخوابیم. حالا دفعه بعدی که فول آیرون شدم میام بدون ترس رو قبیم ماین میکنیم دائمه پیدا میکنیم. آره دیگه ماین حسابی بکنیم دائمه نمیکنیم. آره دیگه بابا جان. خب بریم آی خب بریم یه پله باید اینجا داشته باشیم. چه ورزش آخه هی بودی کردیم باز این داره شب میشه داره شب میشه خودم دارم میگم بودو دیگه. وای خونه هیچ خونه خود آدم نمیشه. خب دیگه وای چه روزی بود. روز سنگینی بود. بچه ها خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی سوایور دیگه خدا نگهدار.